سرم قهر شدی. خفه نباش. من نمیخواستم به تو بدی برسانم. به خاطر این کار کردم که داخل نامید شده جگر خون نشی خواهرم. من خواهر تو نیستم. ایلیف خواهرت هست. تو دقو بیادری کن. او را پیش دکتر ببر. از وقتی که مادرم مرده هیچ صحتش خوب نیست. بعد تشویشش هستم. او خوب است خواهر جان. تو تشویش نکن. برفین از او بسیار خوب مواظبت میکنه. انشالله خوب میشه و بعدن حتما گپام میزنه. فرمان، پدرت کجاست؟ نمیفهمم خانسان. امروز هیچ ندیدمش. میفهمی کجا رفته؟ خبر ندارم. نمیفهمم. زهرا بیا که بره. استاد ملکه منتظر است. پرواز از دست خواد داده. بیا زهرا. زودتر بر. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. ببینم که بدون راشد پدرم در استانبول چی خواد کرده. ما چند دقیقه قدم میزنم برفی. درست است. برو. نانت آماده. قدیم خان کار کنه و از مواظبت کنه. مام استراحت کنم. کی باشه؟ قدیم خان یادم کده. باز چرا زنگ زده؟ بفرمایین خان صاحب. راشد چی کردین؟ کدام مشکل خانه دارین؟ نه خیر خان صاحب، نه خیر. چی مشکل دارم؟ فقط یک چادخت کم است. قسم میخورم که هر قدر بخواین اینجا میباشم. 1 سال بخواین 2 سال بخواین میباشم خان صاحب. خوب است. آزاد برات زنگ خواد زد. گوش کنی که جواب ندی. نه خیر خان صاحب، نه خیر. تا شما دستور نگیرم زنگ کسی را جواب نمیتم. خاطرتان جمع باشه. درست است؟ او را دور کو از پیش چشمت. میخوای مرا عصبانی بسازی؟ همراه من بازی میکنی؟ درست است، مشکلی نیست. بازی میکنه. این را بده به من. گفتم که بده. بفرمایین. گلسوم نیست؟ نه خیر. تو کی هستی؟ من جانان هستم، مادر ملکه. گلسوم چه وقت میایه؟ او دیگه هیچ وقت پس نمیایه، به خاطر که مرده. گفتی مرد؟ چی وقت؟ چطور شد؟ یعنی او کدام مریضی نداشت؟ تو به خدایا من چی میفهمم. عجلش آمد و مرد دیگه. او دختر نازنت برای چیزی نگفت؟ نه خیر، از وقتی که ما به استانبول آمدیم همراه ملکه گپ نزدیم. البته به خاطر که او از مداخله کردن در کار دیگرها وقت پیدا نکرده. او دخترت همیشه برای ما مشکل ایجاد میکنه. آرامش از ما گرفته. چیزی شده؟ دیگه چی شوه؟ هرچی از دستش بیاید دریغ نمیکنه. چی شده؟ ملکه چی کرده؟
وقتی استانبول آمد باز براتان میگه قرار است امروز دخترتان همراه زهرا به استانبول بیه. فهمیده؟ گفتی استانبول میاین؟ درست است. زنده باشی از اینکه به ما خبر دادی. چی شده جانان؟ گلسوم مرده. ملکام امروز زهرا را گرفته به استانبول میایه. یعنی ملکه او نامه را خوانده، از حقیقت خبر شده، حقیقت فهمیده. زیاد منتظر موندی؟ شما چرا قدر ناوقت کردین؟ پس راشد کجاست؟ قرار بود او را هم بیارین. راشد خودک گم کرده. منظورت چی است؟ خب حالا ما چی خواد کردیم؟ شما هر دو امروز به استانبول میرین. ما هم راشد پیدا کرده امرای او میایم. اگه پیدا کردن نتونی چی؟ تشویش نکن، من او را پیدا میکنم. حتما جای پنهان شده. جلسه محکمه نزدیک، جای رفتن نمیتونم، باید اشتراک کنم. هر قسم شده او را پیدا میکنم، هیچ تشویش نکن. درست است؟ کمدگان قورمه بیار. جمال خوش داره، میخوره. درست است نوجین مادر. نه خیر، سیر شدم. زنده باشی. شما شیرینی پخته نکردین؟ پخته کردیم نوجین مادر، براتون بیارم؟ بله بیار. در سالون میخوریم. او هم با جمال خود یک جای. چای تازه هم بیارین. میخوایم با بچه‌ایم یک جای نشسته بنوشم. بچه مادر جان. عروسای تنه میخوایی مادر؟ کو با درخت‌ها و نباتات بسیار مستحکم و زیبا میشه و از هم جدا شده نمیتونن. عدیه دخترم، بریم. نوش جانتان. کاکا میشه بیرون بیاین؟ بسیار زیباست نه؟ زهرا هیچ تشویش نکن. با آزاد باور داشته باش، او را شده پیدا کرده میاره. با او خاطر تشویش ندارم. ایلیف هیچ خوب نیست. او تا حالا هیچ گپ نمیزنم. امروز وقتی به خاطر خداحافظی پیشش رفتم، وقتی که در آغوش گرفتمش، دور رفت. زیاد به تشویش شدم چون اولین بار است که قسم کرد. همین که کار ما از اینجا خلاص شد، در اولین فرصت به هارمونی رفته او را پیش دکتر میبریم، تداویش انجام میدیم و هر کار که به خاطر خوب شدنش لازم باشه انجام میدیم. تو تشویش نکن. انشالله به زودی آزاد پدرت یعنی ای را شده پیدا کرده میاره و زیاد منتظر نمیمانیم و کار ما خلاص میشه. خب حالا غذایت بخو. راشد کجاست؟ کجا پتش کردین؟ ما چی میفهمم که کجاست؟ تو میخوای چی بگی بچه؟ شما بسیار خوب میفهمین که من چی میگم. توبه توبه. آزاد، راشد خودش عقل نداره؟
ها؟ امکان داره خودش نخواسته همراهتان بره. شاید پنهان شده باشه. این کار با ما چه ارتباط داره؟ به خاطر که شما هم نمیخواین قط آشکار شود، به خاطر که به ضررتان است. تو دوران و کاکایت دروغگویی فکر میکنی؟ میگن خبر نداریم. در ضمن ما محافظ او خو نیستیم. بر صورت دیر یا زود بالاخره راشد پیدا میشه. تا آخر عمر پنهان شدن هم میتونه، اما تو نیست؟ ها؟ فرمان ایلیف هم هستن، اونا را هم ماینه میکنه، از طریق اونا پیش میریم. استاد ملکه، پیش زینب خواهر میریم؟ نه خیر جانم، زینب خواهرت به خاطر کارش بیرون از شهر رفته، جای دیگه میریم. خب کجا میریم؟ بیا که بریم. اوزار خراب ساختی، حالا مثل فیلم رخششته و غم میخوری. گفتم نکو، تو نکو. نباید ملکه دختر ما از حقیقت خبر شوه. اما نخیر، تو کار دل خود انجام دادی. چی میکردم؟ وجدان مرا راحت نموند. ملکه را در او حالت دیدن نتانستم. این ظلمه که در حقش انجام داده بودیم ختم شود. ختم شد؟ این از برکت تو ختم شد. بعد از این دیگه دخترت از دست دادی. حالا دیگه با این کارت ملکه طرف مسیلم نخواد کرد. ملکه، میبخشین مادر، بیخبر اینجا آمدیم. ما داخل آمده میتونیم؟ البته دخترم، بفرمایید. زهرا خانم در استانبول چکر بزنه، باز ما در اینجا قهوه آماده کنم. عدیه خانم، با ما بتین، ما آماده میسازم. ضرور نیست، تو با کارت برس. به نظرم از زهرا کار درست انجام داده. یعنی اگه من به جای او می بودم همین کار انجام میدادم. مادر واقعی خودم میپالیدم. متوجه باش، داشت پس خانه یک بشقابم نماندی. معذرت میخوایم. بچیم، کسی که به دنیا بیارنه کسی که پرورش به مادر است. تا حال کسی را دیدی که بدون زحمت صاحب چیزی شده باشه؟ نه خیر مادر، بازم پیوند خونی جدا است. هیچ چیز جای او را گرفتن نمیتونه. زیاد فکر کردم، راستش نمی اومدم بعد از او کار که شما انجام دادین. اما استاد ابراهیم باعث شد تا نظرم تغییر کنه. راستش فکر میکردم بار دیگه طرف مسیلم نخواد کنی. شما خانواده ما هستین. بسیار ترسیده بودم، فکر میکردم تو را از دست دادیم دخترم. خداوند هیچ کس از اولادش جدا نسازه. انشالله مادر زهرا را پیدا میکنیم. البته شما از هیچ چیز خبر ندارین. زهرا دختر واقعی خانم گلسوم نبوده. به خاطر او به استانبول آمدیم تا آزمایش دی این ای انجام داده ای را ثابت بسازیم و با این کار میتونیم زهرا را از خانواده نجات بدیم تا اونام بفهمن که رواجشان غلط است. بعد از اون مادر واقعی ما پیدا میکنیم. بله جانیم، مادر واقعی تو را حتما پیدا میکنیم. باور داشته باش. گریه کده خوابید. هرچی ازش پرسیدم دلیلش نگفت و چوب بود.
راستش ما بیادر خوب نیستم. نه به زهرا و نه به ایلیف هیچ کمکی کده نمیتونم. دیگه چی میکردی جانم؟ مادرت مرد، بعد از مرگشون متوجه ایلیف هستیم. زهرا دشمن سرم است. چرا؟ کدام بدی زهرا را دیدی؟ از این که زیادتر بدی کنه. به خاطر آسایش خود چند بار کوشش نکرد ما را از هم جدا بسازه فرمان، تا حالی هم ادامه میده. بهش فکر نمیکنه که برفین خفه میشه یا نه بیادرم خفه میشه، از هم دیگه جدا میشن. چقدر به احساس هست. خب مام یک بار پرسیدم که زهرا در چی وضعیت قرار داره. فرمان چند دقیقه بیرون به چکر بریم. دزم تام بسیار پریشان هستی، برای تبدیل هوا میشه، درست است؟ ببینه که ما چقدر مشکل داریم و تو به فکر بیرون رفتن هستی. برفین عقلت عزیز دادی؟ خب پس بیا که به قصر بریم. بیاز تو خود میفهمی که کاکای خود درست دیدن نتانستیم. یک گلاس چای نوشیده زود پس میایه. ایلیف خواهرم در اتاقش خواب است، او را چطور تنها بانیم؟ تو به ایلیف خو کلان دختر از جانم، در ضمن حال خواب است. بیبی چند دقیقه شیشته پس میاییم، خواهش میکنم جانم. لطفاً باندگه برفین دیوانه گپ نزن. بیازو پریشان هستم. تو هم ازی بیشتر جگر خونم نساز لطفاً عزیزم. واقعا من تو را جگر خون میسازم؟ درست است. شما تمام این کتابا را خواندین استاد؟ بله. حتما چیزهای زیادی یاد گرفتین. راستش وقت کسی برای خواندن کتاب میایه میفهمم کدام کتاب میخوانه. آزاد زنگ زده. بله آزاد. چه کردین ملکه؟ رسیدین؟ بله فعلا خانه پدرم هستیم. ها خدا را شکر. خب تو چی کردی؟ راشد پیدا تانستی؟ نه خیر، تا هنوز موفق نشدیم، اما پیدایش میکنیم. خدا کنه که زودتر پیدا شوه. زهرا به خاطر ایلیف و تشویش است. اگر قسمت باشه ما هم فردا بخیر پیشتان میام. برش بگو که تشویش نکن. درست است. پس تا وقتی که شما برسین ما و زهرا تمام استانبول چکر میزنیم. خداحافظ. خب بیا دیگه زهرا خانم، حال دیگه وقت استراحت است. عالی شد. سر از فردا یک زندگی نو آغاز خواد کردی. استاد ملکه شما هیچ وقت مرا تنها نمیمونین، همه تو نیست؟ جانه تا مادر تا پیدا کده تر به او تسلیم نکنم به هیچ وجه تر تنها نخواد ماندم. آینده ای کارش خوب نیست. اگه بتاند اماینه ثابت بسازه که زهرا دختر گلسوم نیست جلوش گرفتن نمیتونیم. بعد از این مانع ملکه و زهرا کسی شدن نمیتونه. بالاخره خود فهمیدی اونا حقیقت آشکار میسازن. پس اگه قرار است بفهمن رفته خود ما برش بگویم تا از این درد نجات بیافیم. تو هنوز هم هوشیار نشدی، راه حل پیدا کرده نتونستی خانم. این کار آسان نیست که تو فکر میکنی. ملکه ما را نمیبخشه. خب پس ما چی کنیم؟ به نظرت بالاخره او خبر نمیشه سمی؟ به شرط که دماینه ثابت شوه باز میفهمه. هر قسم که شد ماینات نباید صورت بگیره، باید مانع شویم. نتیجه ماینه را اول باید راشد ببینه بعد باز اونا. منظور ما فهمیدی یا نه؟ غضب گرفتار شوی. نترس بیادر، تو را نجات دادا. زهرا زهرا
خواهرم زهرا 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 خواهرم زهرا زهرا خدایا لطفاً گلسوم مادر ما ببخش. استاد ملکه و آقا آزاد بسیار خوب هستند. از اونا محافظت کن. هیچ وقت آدم های بدت مقابلشان نیار. کاکا سمه و خاله جانانم بسیار خوب هستند. همراه ما بسیار روی خوب کردند. مرا به خانهشان جا دادن. لطفاً از اونا محافظت کن خدایا. خدایا به خاطر یافتن مادر اصلیم به من کمک کن. بزودی مرا با اونا برسانا. دیگه هیچ وقت مرا از اونا جدا نساز. عذر میکنم خدایا. لطفاً. آمین. صبح بخیر کاکا سمی جان. گفتم نماز ده اتاق بخوانم که استاد ملکه بیدار نشه. کدام مشکل خانه سمات نیست کاکا؟ نه خیر گپ نیست. خداوند قبول کنه. صبح بخیر فاطمه خواهر، خسته نباشی. زنده باشی آزاد بچم. صبح تو هم بخیر. چای آماده است، میخوای برات گلاس بیارم؟ نه خیر دلم نمیشه، اما کار دارم، باید هم یالا برم. بخیر بری. زنده باشی. خان صاحب فرمانم رو میخوای شما رو ببینه. درست است. فاطمه خواهر چای داری؟ نه خیر تو هنوز دم نکردیم. مرا ببخش خان صاحب. ما با تو دروغ گفتم. همه تو به خواهرم. متاسف هستم. مرا ببخش خان صاحب. ما جای پدرم هم میفهمم. وقت طفل بودم همیشه در اینجا به صبحانه خوردن می آمدم. بسیار با جلو و خوشی آماده می شدم. فکر کنم ای از دخترتان است. بله از زهرا است، اما دختر من نیست. اما زیاد شبیه هم هستیم. بله هستیم، اما بعد از این دخترم گفته میشه. اشتهای خوش. پدرم چرا نامد مادر؟ گفت کار دارم دخترم. کارم خلاص شد باز میایم. ها همی است. درباره قضیه که میگفتم همی است. قبل از معلوم شدن نتایج معاینات ما باید خبر شوم. تو چرا قدر متوجه دختر هستی سامه؟ نه که اقارب نزدیکت است. نه خیر نه، خانم یک دوست قدیمیم است. ازم خواهش کرد نه گفتن از آن استم. به به
اگر نان تازه می بود زیاد مزه میداد. حتما قدیم خان تحمل نتانست نان گرم روان کده. این آمدم. آزاد خان خوش آمدی. خوش باشه. میبخشی که مزاحم غذا خوردنت شده. نه خیر استغفرالله. بفرمایین خان صاحب. تو اینجا چی میکنی؟ ما راستش هیچ خان صاحب. شما چی نقشه دارین؟ خواهش میکنم قسم نگوین خان صاحب. فکر کردی پیدایت نمیکنم. ما زیاد فکر کردم اما دروغ میگی. اما تو نیست؟ آماده شو. با استانبول میرم. آزمایش انجام میده. اگر نریم چی خان صاحب؟ گفتم آماده شو. شما صبح نخوردین؟ راشد آماده شو. ایفن آمادم که سر تو مانده. تو به اینا رو ببین. تمام این لباسا کهنه است. یک خانم با سلیقه نباید قسم لباسا را بپوشه. اگه اینا را پشت دروازم بانم هیچ کسی لباسا را خوش نمیکنه. چی یک زن بیچاره‌ای بوده ای گلسوم. لباسای شبیبی. او رابطه به من. درست است. اما تو پیش خود نگاهش کن. هر وقت کثافت او به دست و دانت سرایت کرد و مریض شدی باز میفهمی. بی عقلش خوبی را نمیفهمی. سمیام آمد. پدر کجا رفته بودین؟ ما وقت صبحانه ما را خوردیم. خوب کردین دخترم. ما هم به یگان چیز خورده بودم. آزاد چطور هستی؟ ما در کنار دریا صبحانه میخوریم. یعنی لذت میبرین. خوب است. میخوایم خوشیتان را بیشتر بسازم. راشد امرای ماست. تا 1 ساعت دیگه پرواز کرده با استانبول میایی. واقعا جدی میگی؟ پس امروز معاینه دی ان ای انجام دادن میتونیم. خب درست است. خداحافظ. حالا ما دیگه بسیار کم وقت داریم. زهرا جان میخوایی که یک دوستت از نزدیک ببینی؟ بله میخوایم. اما کیره؟ شما اینجا آرام بشینین. ما میریم که چکر بزنیم. بریم. خداحافظ. بریم. خداحافظ. روز بخیر. سامی چی کردی؟ مشکل حل ساخته تا نیستی؟ راستش در تبدیلی یک دوست دارم. پیش او رفته بودم. گفتم قبل از همه از نتیجه ما باید خبر شوم. استاد ملکه وقتی یوسف ما را ببینه بسیار متعجب خواهد شد. اما تو نیست؟ خداوند جزایش بده. خیریت از باز چی شده؟ آزاد راشد پیدا کرده. فعلا هم به استانبول میرم. حالا چی خواد کردیم؟ اگه معاینه اجرا شوه حقیقت برملا میشه و کلگی خبر خود شدن.
اوف فادیا اوف کامل صبر کو از یک طرف پدرش و از طرف دیگه با چشم. درست است آرام باش. حتما یک راه حل برش پیدا میکنیم. آهسته آهسته پاک نکو. صحیح کار که دختر. شیشه پاک نشدن. بسیار بیکار است. هیچ کار یاد نداری. نمیفهم جمشید تو رو چی گفته گرفته. بله کی هستی؟ بله گفتم کی هستی؟ بله فکر کنم صدای مرا خوش نکرد. بار دیگه تو جواب ده. عروس خود تا هنوزم پیش پدر خود است؟ بله پیش پدر خود است. به خاطر که برش اجازه نداده بودین هنوزم پیش خواهر خود است. خوب است باشه. خواهرش هیچ خوب نیست. هنوزم صدای گلسوم در گوشایم است. جالب است. من خود تا حال هیچ نفهمیدم که چه قسم از اونجا پایین افتید. خب عجل است دیگه مادر. هیچ کس 5 دقیقه آینده خود ضمانت کردن نمیتونه. حق با توس عروس. کی فکر میکرد که گلسوم از بالکن افتیده از این دنیا بره؟ تقدیر الهی است دیگه. البته خانم فراموش نکردیم. عروس 2 ظرف آماده میسازم. گوش کنی یک وعده شام یادت نره. چی شده؟ تو چرا امروز خدر بیقرار هستی؟ میخوای چیزی بگویی؟ میخوایم اما ایکی چه قسم برتون بگویم نمیفهمم. گوش کو فاطمه. بیازو خودم به اندازه کافی پریشان هستم. هرچی میخوای عاجل برم بگو. هدیه خانم دوران و زلال چی شده فاطمه؟ راستش زلال لیاقت دوران نداره. با تو غرض نیست. کسی از تو نظر نخواسته. گوش کو چی میگم. در این روزا زبان تو بسیار دراز شده خبر باشی. اما من میفهمم چه قسم قطعش کنم. دزم تو را به دوران و زلال هیچ غرض نیست. چی شده که توی در این باره فکر میکنی؟ راستش نمیفهمم. امروز زلال درا دیدم اما قسم رفتار نمیکرد که لایق کرمانیا باشه. تو چی میگی فاطمه؟ امروز زلال سر استاد ملکه حمله کرد. با مشکل دختره از دستش نجات دادم. زلال سر ملکه حمله کرده؟ نه خیر بچم تو اشتباه شنیدی. صبر کن مادر. نه خیر دوران بچم او قسم نیست. ما به گوشه خود شنیدم. زبانت قطع شوه فاطمه قطع شوه. خداوند جزای ما بده. چی گفت پس مادر چی میگی؟ کجا میری؟ با خبر که کار اشتباه نکنی. چی شده هدیه؟ چیزی نه مادر. راستش به خاطر کار کمی عصبانی بود. آزادم خونام خدا هیچ قصه کار و بار نیست. تمام کار سر بچه ماست. آه زهرا این بدبختی کلش به خاطر تو سر ما آمده. حالا من جزای تبرت میتونم.
از اینجا. دور شو گفتم. یوسف ندرس، ما هستیم. زهرا ما هستم یوسف. برای ما بگو تو را چی شده؟ چیز نشده ملکه خواهر. چطور چیز نشده یوسف؟ سر رویت کاملا زخمی و کبود شده. به تکه دسته ببینم. کی تو را قسم لحد کرده؟ ده دوستی گیر آمدم. صبر کو چی میکنی؟ او را بده به من. گفتم بده. بده احمق. صبر کو. از مادرم بود. از مادرم. مادر تو با کل ما دروغ گفت. با تو با من با زهرا دروغ گفت. زهرا خواهر اصلیت نیست، فهمیدی؟ خواهر اصلیت نیست. آزاد خان قربان چاوم ای کارو نکو. بله، ما از هواپیما پایان شدیم، در موتر هستیم، طرف به عدلی میریم. درست است، منتظرتان میباشیم. زهرا جان، ما باید هرچی عاجل از اینجا بریم. درست است استاد ملکه. یوسف، تو ازی بیشتر اینجا زندگی کردن نمیتونی. کسایی که تو را به این حالت رساندن بازم این کارا کردن میتونن. همراه ما برو، هارمونی میریم. رفتن نمیتونم، با طرف خانواده خود سیل کردن نمیتونم. یوسف بیبی خوب فکر کن، بدتر از این چی بوده میتونه؟ مجید مادر، ما یک دفعه بازار میرم، کمبودی آشپزخانه رو میخرم. خدا حافظتان. دوران، از وقتی که مرا دیدی یک کلمه هم نگفتی. چرا اینجا آمدیم؟ چرا با عجله پشت ما آمدی؟ بره. بسیار ناوقت شد. اونا کجا رفتن میتونن؟ سامه، چی شده جانان؟ او دوستت که در طب عدلیه است واقعا کاری کده میتونه، تو مطمئن هستی؟ این دیگه چه قسم سوال است؟ جانم، ما تا حال در تصمیم زندگی خود اشتباه نکردیم. بله،
یک بار اشتباه کردی و تا امروز کل ما فقط جزای همو را میبینیم. بساطق جانان بیبی امکان داره اگر ما به ملکه حقیقت بگوییم از این عذاب نجات بیافیم. بالاخره دیر یا زود ملکه خود از حقیقت خبر میشه. اگر ما رفته برش بگوییم. بس از جانان بس از ملکه هیچ وقت از این حقیقت خبر نخواد شد. کم از کم تا وقتی که من زنده هستم به این کار اجازه نخواد دادم. فهمیدی یا نه؟ ای که دختر تو چرا به سرپرستار خوش داره اید نمیفهمم. پدر، مادر، یوسف است. یکی از دوستای سابق ما. همراه ما یک جای به هارمونی پیش خانواده خود میره. همه تو نیست یوسف؟ دوران اینجا کجاست؟ بگو که ما اینجا چی میکنیم؟ گپم گوش کن زلال. بار دیگه در مقابل ملکه ظاهر نمیشی. فهمیدی؟ او استاد شهری چرا قبرت مهم است واضح برم بگو. لطفاً چیزی را ازم پت نکو. دوران چی میکنی؟ اینو کو. خوب گوش کن. بعد از این ما و تو هیچ رابطه نداریم. ختم شد. فهمیدی؟ ختم شد. حالت را به خانه میبر. چیزی نمیگی و چلا را از انگشتت میکشی. براشان میگی که نمیخوای عروسی کنی. فهمیدی؟ فهمیدی احمق؟ دوران از رفتن تو همراه ما با آرمونی بسیار خوش شدم. زنده باشین آزاد بیادر. فقط از برکت شماست. خواهش میکنم. بریم دیگه زهرا جان. وقتش رسیده باید داخل بریم. اگه راز افشا شوه تا هم به درد سر گرفتار میشی سارانوال صاحب. هر قسم که میشی موضوع رو زود حل کن. برفین! برفین! در بیرون لوازمه که میسازه از مادرم است نه؟ بله. خب کسی نمیگرفت. با اون لباسا چی میکردم؟ برفین تو دیوانه هستی. میفهمی اونا خاطرات مادرم بودن. الیف کجاست برفین؟ من چی میفهمم که کجاست؟ برفین گفتم الیف کجاست؟ الیف نمیفهمم فرمان. خوابم برده بود. من چی بفهمم کجاست؟ الیف 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 سلام، روزتان بخیر. بفرما خواهر، خوش آمدی. خوش باشین. راستش من به یک دوای ضرورت دارم که آفیسر قوی بسازه. ده خوب جای آمدی. ها بله خودش است. لطفا از این دوا 1 کیلوگرم برام بتین. درست است. اگر گزارش ملکه بخونه چی خواهد شد؟ تمام راز راشد فاش خواهد شد. یک کاری کو. گوش کو. حقیقت کسی نمیفهمه. نتایج تغییر میتیم جانان. زهرا دختر راشد و گلسوم خواد شد. باز خواد دیدی. تو دیوانه شدی.
درس میخوانی دخترم؟ بله بله پدر جان. جمال خان بفرمایید. نوش جانتان. خانم مریم چشمایتان روشن. چشمای دوستا روشن. او روز گپ زدن نتانستیم. بسیار زیاد خوش شدم که جمال خان و علی به خیر پیدا شدن. تشکر، زنده باشی. هیچ نپر جانم، یک خوشی ما دو خوشی شد. شکر. ما هم خوش شدیم. دوران دیروزا بسیار خوب شده. امروز آمد زلال امرای خود برد. شاید قرار عروسی را مانند. زلالم با خوشی امرای دوران رفت. نه وقتم شده بود. دوران گفت ما به خرید میریم، باید یگان چیز بخریم. عادیه خانم، بعدن باز گپ میزنیم. فعلا روز خوش. چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ مادر، دوران میخوای نمزدی را فسخ کنه. او میخوای از ما جدا شد. چرا؟ نه که دیوانه شده. مادر برم کمک کو. هرگز از دوران جدا شده نمیتونم. میمیرم اما جدا نمیشم. لا حول ولا. کس که تو را نمیخواد، تو چرا میخوای همش یک جای باشی؟ مادر او را زیاد دوست دارم. یک چاره کو که چشماش به جز من هیچ کسی را نبینه. یک مفکوره دارم. چی مفکوره؟ بعدن باز خود دیدی مادر. اتو کاری کنم که تا زنده باشه غلام مشه. کلتان خسته نباشین. آزاد، نتیجه چی وقت به دست ما میرسه؟ صبر کن ملکه. مشکل ترین کار ما به خیر خلاص شد. بالاخره خود رسید. بله. فرمان چی شده؟ ایلیف گم است. بچم کجا رفته؟ حتما دمونجا پت شده. درست است. خوب بیبی برو از همسایا بپرس. توبه توبه. ایلیف گم شده. گفت همه جای دیدم اما نبوده. آقا آزاد، خواهش میکنم از اینجا بره. میفهمم بیوزوی کارم به خیر ایلیفت. درسته زهرا. آرام باش، میریم. دوباره برمیگردیم. او دختر کجا رفته باشه؟ ایلیف کجاست؟ حالا فهمیدی که محبت اولاد چی است؟ بسیار میبخشین، ما میخوایم جادو کنیم. چشمای دوران بغیر از ما هیچ کس نبینه. جادویی که میکنی باید بسیار قوی باشه. بیبی دختر جان، کار تو زیاد مشکل است. اگه از ما بپرسی برات میگم منصرف شو. به تو چی خانم؟ تو پولتا بگی کارت انجام بده. میفهمی ای کارا بعض اوقات مثل کارد نوکتیز است. اگه عاقبتش خراب باشه باز پشیمان میشن. دربارش یک بار خوب فکر کنه. اگه تصمیمتان قطعی شد هفته آینده به دیدنم بیاین. خوش آمده خان صاحب. خوش باشه. از ایلیف خبر داری؟ که همسایه در جستجوی ایلیف هستن، فقط که داخل زمین رفته باشه او را پیدا نتونستن.
من باید او را تنها مانده به استانبول میرفتم. زهرا جان، تو از کجا میفهمیدی که او گم میشه جانم؟ جگرخون نباش زهرا، الیف پیدا میشه. آدم بعض اوقات میخواد که دور از همه باشه، کم فکر کنه. وقت ضایع نکنین، ما باید رفته او را پیدا کنیم. حالا سوار شوین. حالا بره. یوسف، تو هم امشب همراه ما باش. میفهمم تو میشرمی و دلت نمیخواه که باشی، اما صبح که شد باز برو. درست است. تشکر آزاد بیادر. زود شد اگه سوار شو. رستم تو هم برو زود باش. حالا عجله کن. زهرا، چی شده بچه؟ بگو نه. الیف کجاست؟ برفین لوازم و مادرم از سوختانده بود. الیف وقتی که دیده. تو چی کردی؟ بگو نه که با خواهرم چی کردی؟ تو را کجا روان کردی؟ پس شو. بس است دیگه. حالا باید به تو حسابی بتم. آرام باش زهرا، راحت باش، گریه نکن، او را پیدا میکنیم. چیگا پس؟ صدایتان کل جای گرفته. دختر، تو تکلیف داری؟ آقا آزاد، من میفهمم که الیف کجاست. اگه میشه امیال پیشش بریم لطفا. درست است. برم. حالا بیا. تو هم بیا. نترس الیف جان، دیگه تو را هرگز تنها نمیمانم. برات وعده میدم هیچ وقت تو را تنها نمیمانم. خاموش است. نمیتونیم بگیم که گپ زده نمیتونه. خودش نمیخواد گپ بزنه.
وقتی برش گفتیم رسم بکش باز اینا را بر ما رسم کرد. از دست دادن و دور بودن از مادرش او را به ایالت رسانده. شما فقط یک کار کده میتونین. فضای خانوادش باید آرام باشه. او به یک فضای آرام و خوب نیاز داره. تنها راهی که او را میتونه خوب بسازه و دوباره که بزنه همی است. بله کامل فهمیدم کامل. برق واره پیشت میایم. این کار یک طرفه شد. زهرا 100% دختر راشد ثابت میشه. من میرم. وقتی که پس آمدم غذا باید آماده باشه. سونا لطفا خواهش میکنم قطع نکو. خواهش میکنم. علی دیگه برم زنگ نزن. اگه کسی بفهمه بد میشه. سونا بدیل از بین میره. بخیر با هم یک جا میشیم. از برکت زهرایی بدیل از بین میره. به خدا راست میگم. بخیر آزاد میشم سونا. الیف حالا بریم مثل روزای سابق با هم ساتیری کنه. اگه میتونی مرا گیر کو. کسایی که خوشی شما را گرفته تا انتقامش ازشان نگیرم من طرف نمیشم. اونا را به جزای اعمالشان میرسانم. تا نفس کسایی که خنده های شما را گرفته نگیرم خاموش نمی باشم. تا زمانی که دشمنای شما را جزا ندم از اینجا دور نمیرم و من طرف نمیشم. وعده میتم زهرا، وعده میتم الیف، وعده میتم سونا، به زینب، به دریا، به تمام عروسای خود، به کلتان وعده میتم. بله آقا کاظم هست نه؟ آقا کاظم اگر کدام مشکل نیست قالینو شما را روز چهارشنبه تسلیم میکنیم. بله میفهمم کمی ناوقت شد معذرت ما را قبول کنن. این کار را حتما جبران خواد کردیم. تشکر زنده باشین. تشکر. بله وکیل صاحب ببینین پولی که بابت این کار برای شما پیشنهاد کردیم رقم کم نیست. شاید به اندازه زیاد باشه که شما به مدت 1 سال هم پیدا کردن نتونیدش. بله آزاد. خب شما چی میگین؟ میفهمین که این کارتان چقدر خطرناک است و وظیفه ما به خطر مندازه. ما این کار به خاطر دخترم انجام میتم سارنوال صاحب. ما هم یک پدر هستم. شما زندگی دخترتان نجات میتین.
بسیار خوب. اگه من این پیشنهاد قبول کنم، وقتی به خانه خود برم طرف دخترم چه قسم ببینم؟ کسی که وجدان خود در مقابل پول مفروشه هرگز روی خوشی را نمیبینه. زهرا جان بیا بیا. آقا آزاد بفرمایید. بله بالاخره نتیجه شما آمد. زهرا جان راشد کارا پدر اصلی تو نیست. خوب هستی؟ زهرا جان کل چیز خلاص شد. بدل از بین رفت. حالا دیگه مادر اصلیت پیدا میکنیم. مادر که تو را از خود دور ساخته. جانم خانم ملکه ایام نتیجهش. خدایا هیچ باورم نمیشه آزاد. این واقعیت داره. آزاد همیال به خانه تان میریم. بدل از بین میره. باورم نمیشه بدل از بین میره. زهرا جان جانم میفهمم که با تو چقدر مشکل است یک دانیم، اما تو باید قوی باشی. بسیار عجیب است استاد ملکه. از یک طرف خوش میشم، از دیگر طرف وقت درباره پدر و مادر اصلی خود فکر میکنم بسیار زیاد جگرخون میشم. یعنی واقعا هیچ نمیفهمم خوشم یا که جگرخون. خاطرت جمع باشه. بخیری روزا مگذره جانم. آزاد بیا که به خانه تان بریم. بی صبرانه منتظر از بین رفتن و بدل هستم. صبر کن مادکا، عجله نکن. اگر اونا بفهمن کوشش میکنن مانع ای کار شون، هر کاری که میکنن بکنن. حالا دیگه هیچ قانون مانع ما شده نمیتونه، حتی رسم رواجشان. وقت اولاد اصلیشان نباشه بدل از بین میره. خدایا 1000 بار شکر میکنم. ما با آقا آزاد هم نظر هستم. اول باید دعوای طلاق باز کنین، چون در این قسم قضایا حالات پیش می آید که میتونن یک دلیل برش پیدا کنن و مانع ای کار شون. اگر به خاطر دعوای طلاق امضای علی را گرفته بتانین، باز ما میتونیم بدون جنجال کار خود پیش ببریم. فقط امضای علی کافی است، اما تو نیست؟ بله، همین که ما اسنادا را آماده کردم باز فقط با امضای آقالی تکمیل میشه. همه قدر درست است. کم مانده زهرا جان، بسیار کم مانده. بسیار تشکر میکنم از کارایی که با ما کرده. هنوز وقت است که تشکر کنین. بسیار وقت. ما این قسم فکر نمی کنیم. شما همراه ما همدست شده مبارزه کردین. تشکر آقا وکیل. اگر کار خود درست انجام ندیم باز وظیفه ما هیچ ارزشی نداره خانم. همه ما باید وظیفه خود به درستی انجام بدیم. از او خاطر به تشکر کردن نیاز نیست. چیزی که فعلا مهم است زندگی زهرا و خوشیش مهم است خانم ملکه. تا بتانه مکتب بره و درس خود بخونه. با اجازه تان وکیل صاحب ما دیگه میریم. بریم جانم. روزتان خوش. روز خوش.
اوف سونا، اوف سونا، اوف. علی وقت داری گپ بزنیم؟ پدر هیچ خوب نیستم. نمیخوایم فعلا امرایتان گپ بزنم. سونا بود. سونا قلبم آتش گرفته. هیچ نمیفهمم چی کنم. او را به همیشه از دست دادم. ایره قبول کردن نمیتونم که حال دیگه او از من نیست. چرا این رسم رواج مانه زندگی ما میشه؟ ما دیوانه میشم پدر، دیوانه میشم. هیچ فکرم کار نمیکنه. خواستم خدا بکشم اما نتونستم. میخوایم از این دنیا برم. دیگه تحمل کردن نمیتونم. ده اینجا نفسم قید میشه. نمیرده میتونم. نمیتونم زندگی کنم. ما برات هرچی بگویم دردت کم ساخته نمیتونم، اما یک گپ برات میگم. بیبی بچه، نه تو را به یاد دارم، نه بیادرت به یاد دارم و نه مادرت به یاد دارم، اما یک چیز هیچ فراموش نکنیم که ما شما را بسیار دوست داشتیم. حال خود گفتی که ما چی میگم تو چی میگی پدر. ما هیچ دلیل به زنده بودن ندارم بچه، اما قلبم برم میگه که تو باید زنده باشی. شاید او صدای محبت شما باشه. اگه تو به واقعیت سونا را دوست داری، تو باید کاری کنی که او را همیشه به یاد داشته باشی. در قلبت او را زنده نگاه کن. اگه او نفهمم، تو بازم او را دوست داشته باش. مادرت غذا آماده کنه. بیا که بریم بچیم. آزاد، ما میتونیم بدونی که کسی خبر شود دوای طلاقش باز کنیم؟ بله میتونیم ملکه. ایرا میفهمی که الیام راضی نیست. خواست زهرا را فرار بته اما نتونست. اگر ما از او حمایت کنیم این کار امکان داره. اما نوجین مادر نباید خبر شد. آزاد، اگر نوجین مادر خبر شود ما مانعت میکنه، اما تو نیست؟ انشالله که خبر نمیشه. ما باید بسیار متوجه باشیم، اگر نه رسوا خواهد شدیم. خدا نکنه آزاد، خدا نکنه. شما علی را گرفته پیش وکیل میرین، اما ترسنی؟ بله استاد ملکه، لطفا شما هم همراه ما بیایید. زهرا جان، ما باید پیش استاد ابراهیم برم جانم. میفهمی که مثل تو صدها طفل به کمک نیاز داره. میخوایم که به اونام کمک کنم. تشویش نکو یک دانیم، کار چیز خوب میشه. بله خوب میشه انشالله. میفهمم که موفق میشیم. خدا کنه بدون کدام اشتباهی موضوع رو حل کنین. در هر کاری مداخله میکنن، باید جزایشان بدیم. آرام باش هدیه. دیروز امروی راشد گپ زدم، گفت سارنوال صاحب موضوع را حل میکنه. ها، سارنوال صاحب کسی که با دخترش گپ زدن نمیتونه، باز این موضوع رو چطور حل میکنه؟ در این موضوع سارنوال سمیره به خاطر چی دخیل میسازن مادر؟ با آن دیگه بچه، او دختر در هر کار مداخله میکنه، پدرش هم چیزی گفته نمیتونه. در این روزا زبانشان بسیار دراز شده. از روزی که اینجا آمده در هر کار خانواده ما مداخله میکنه. ما خود چیزی را نفهمیدم، اما هر چیزی که میشه به خیر باشه. نام خدا شما پدر و بچه کجا میخواین برین؟ جایی نمیریم، قهوه می نوشیم. حالا که تو اینجاستی دوباره همه چیز خوب خواهد شد. جمال، حالا میخوایم فقط حافظیت به دست بیاری. بریم بچه.
خدا کنه که راشد راست گفته باشه. اگر نوجید مادر خبر شوه باز چرا چپ شدین؟ حتما کدام چیزی هست که شما از ما پت میکنین. آی دخترم از شهر ساده آمدی؟ بیشی دیگه یک جای. توبه توبه بیشی دیگه. چطور آرام باشم پدر؟ فرمان پیش وکیل رفته و حال نامده به تشویشش هستم. چیز قابل تشویش نیست. ناق جگر خون هستی موضوع حل میشه. ای تشویش نکن. فرمان نه خیر، این امکان نداره، امکان نداره. میخوایم بفهمم قدیم راشد براتان چی گفته؟ هدیه؟ چیزی مهم نیست مادر. میگه زهرا برای چند روز دگان باشه. او هیچ وقت درست گپ زدن نمیتونه مادر جان. نخواستیم شما ناراحت شوین. حالا دیگه شما باید تصمیم بگیرین که من چی را بفهمم چی را نفهمم. در این خانه از من هیچ چیز را پنهان نکنین، فهمیدین؟ آزاد؟ خدای هزار بار شکر. بیا بشی بچین، فاطمه به تو هم قهوه بیاره. همی که در لبایتون خنده را ببینم نه به قهوه ضرورت دارم و نه به کدام چیز دیگه. بشی بچیم. نه خیر مادر، آمدیم که علی را ببرم، یعنی علی و زهرا را بیرون میبرم. هیچ ضرور نیست بچه، مگه نوجین مادر بفهمه. پدر شما چطور هستین؟ خوب هستم بچیم، زنده باشی. شما آله باید همراه پدرم تنها باشین مادر. دیوانگک. خوب درست است، بریم. حالا برو تو هم آماده شو علی. فرمان پدر، بدل از بین میره، حالا چی خواد کرده؟ فرمان بیا که فرار کنیم. برفین قبول کو، خلاص شد. هیچ جایی نمیریم، فهمیدی؟ چیزی که در قسمت ما بود میبینیم، مثل زهرا و مادرم. نه خیر، نمیخوایم زندگی ما برباد شوه. امکان نداره، امکان نداره. تو همین قسم صبر میکنی فرمان؟ چرا یک کاری نمیکنی؟ گپ بزن، یک کاری کنی. بس از دیگه، بس از. قبول کن، خلاص شد، بدل از بین رفت. قبول کن دیگه برفین، همه چیز تمام شد. بس از دیگه. امکان نداره، از بین رفتن نمیتونه. پدر شما یک کاری کنین، خواهش میکنم. چی کنم دختر؟ چی کنم میدانم؟ ها؟ حالا همه چیز به دست نوجین مادر است. خب مام دیگه میریم. بخیر بریم. خداحافظ. مادر تا امروز از شما چیزی را پنهان کردیم، بگوین نه؟ شما را خوب میشناسم.
اونا کجا میرن؟ آزاد گفت علی و زهرا را به تفریح میبرم. خوب است. پس معلوم میشه به زودی با هم دیگه اونس خواد گرفتن. بسیار مقبول شده، اما دانست استاد تقریبا همه چیز تکمیل است، اما یک چیز کم بوده است. خب چی است؟ شاگردای ما. در کار خیر باید عجله داشته باشیم. ایره بگی در کلکین نصب کن. اعلان تاریخ ثبت نام است دختره. بیادر ما کجا آمدیم؟ زهرا براش بگو. علی نتیجه دینی معلوم شد. بدل از بین میره. ما به خاطر امضای تو آمدیم بیادر جان، تا از هم جدا شویم. یعنی چی؟ بدل از بین میره؟ ما نجات پیدا میکنیم؟ بله. آره پایین شویم بریم تا امضای تانا بگیرن. به خاطر تلاشای تو است. تو منصرف نشدی، از خاطر امروز نجات پیدا کردی. خاطر جمع باشه. بدل از بین میره، هر دوی ما آزاد میشیم. آزاد باز کدام کاری میکنه؟ زهرا و علی را کجا برده باشه؟ بله دوران. بله پدر، پیش وکیل آمدن. با خاطر چی؟ به نظرم شاید اینجا به خاطر گرفتن نتیجه دی ان ای آمده باشن. بسیار خوش هستم. شاید هم به خاطر گرفتن طلاق آمده باشن. چی شده قدیم؟ بگو چی شده؟ علی چرا خدر عجله داری؟ پس چی کنم بیادر؟ با خاطر گرفتن نزدیکترین تاریخ محکمه کوشش میکنم. بله باید عجله کنین چون وقت برای ما بسیار ارزش داره. خاطرتان جمع باشه. بریم بخیر. چی کنیم پدر جان؟ حالا چی کنیم؟ نمیفهم دخترم. چی کنم میتونم جانم؟ ای بار نوجین مادر ما را از بین میبره.
برو ببین کی است. پدر بفرمایید داخل بیاین پدر. ما شما را به خانه میرسانم که کسی شک نکن. بیادر، حال که قدر دیر بعد بیرون برآمدیم کم تفریح کنیم. مرام همراه خود ببر. بله، ما بسیار میخوایم که صنف جدید درسی را ببینیم آقا آزاد. خوب درست است. شما سرم زور است. تو را با صنف میبرم و تو را همراه خود میبرم. درست است؟ کاملا درست. درست است. میریم بخیر. که اینجا آمدیم بس آرام باش دختر. ایره بگیا در داخل جیبش بان دختر جان. دیگه شام در یک گوشه اتاق پت کو. راستی اگه ایره در زیر تخت خوابش بانی زودتر تأثیر میکنه. باز چشماش بدون من کسی دیگر نخواد دید. تو هیچ تشویش نکن دختر مقبول. بدون تو طرف هیچ دختر سعی نمیکنه. برام گفته بودی سارنوالی موضوع را حل میکنه. اما چی کرد؟ من آق بگه پایت باور کردم راشد. خان صاحب به خودم راش گپ زدم. ازش خواهش کردم برام گفتی موضوع را حل میکنم باور کنین. من براتون دروغ نمیگم. خودش هم رایم گپ زد. دیگه چی کنم بگوین؟ مادر من خود مردم. به خدا خود مردم. تو هم با این گپ های ناقت مرا دیوانه کردی. مچم در خانه چی دیده که دل کنه نمیتونه. ظلمی را که خودت بالای خود کردی هیچ کسی بالایت نمیکرد. چی بگویم؟ مادر
اگه بدل از بین بره باز من خود از بین خواد بردم براتان گفته باشم. علی وزرا پیش وکیل رفتن دوای طلاق باز کردن. اگه مادرم از این گپ خبر شوند باز میفهمی که چی میشه. تو را زنده نخواد ماند راشد ها. کسی که زت کرمانی ها را از بین ببره باز او را زنده خواد ماند ها. خان صاحبونا ما را خواد کشتن. تو با خدایا تو قدر احمق هستی که ای را نمیفهمی و دختر از کی است. باز امرای زهرا دختر ما بدل ساختی. تو با ما را فریب دادی. تو خونه خدا نمیشناسی قدای بیاقل. باز آمدی میپرسی نمیفهمم را چی کنم. تو نه تنها به ما دروغ گفتی بلکه با خانواده آشراتم دروغ گفتی. فکر کن که مادرم تو را بخشید. همه آشرات و کلانایشان تو را خود بخشید دیوانه. زهرا جان تو هم دهمی چوکی خواد چشتی یک دانیم یا شاید بعد از اینکه طلاق بگیری دوباره به مکتبت بری. امروز باید به بازار بریم. میخوایم لوازم مکتبت بگیرم درست است؟ بله باید هرچی عاجل شروع کنی. لازم نیست تشکر میکنم زنده باشه. قسم امکان نداره. ما به خاطر این روز چقدر زحمت کشیدیم اما تو نیست؟ البته بیا دیگه که بریم. بره بریم. بیا دیگه. آزاتا فریب یک استاد بیعقل خوردی و با گپ او گوش میکنی. امرای کلگی مخالفت کردی. هیچ کار خوب نکردی. حالی که او همراه ما بازی کرد باز ما هم همراهش یک بازی میکنیم قدیم. این کار فقط یک را داره جانم. آقا راشد تو همراه ما به قصر بیا. در پیش روی نوجین مادر کاری خواد کردیم که اعتمادش نسبت به آزاد از بین بره و هم طلاق فسخ شوه. همیشه این قسم می باشه باید جلوش بگیریم. سلام علیکم. خان صاحب خان صاحب دزدی شده. چطور یعنی؟ قسم میخورم خان صاحب ما هم نمیفهمم. در اینجا کلاگی هم دیگر هم میشناسن مثل بیادر هستن. هیچ کس مال یک دیگر چشم نمیدوزه. ای خود درست است اما اینجا هیچ وقت دزدی نمیشد. تو به خدایا بر صورت خسته نباشی. سلامت باشی. نوش جانتان. چی میکنی علی؟ چطور هستی؟ خوب هستم بیادر. در اینجا خوش هستم. در خانه خسته می شدم. آیسته آیسته کار بارا پیش خود بردی دیگه. انشالله بیادر. آفرین بیادر. خسته نباشین. سلامت باشین. حالا دیگه چی کنم؟
خدای من. خاموشش کن احمق، خاموشش کن. مغزم کار نمیکنه. دیوانه ساختی هر دقیقه بغبغ. نگفته بودم دیگه صدایش نکشی؟ ها؟ برات نگفته بودم؟ حالا میفهمم که چی کنم. بده به من. الهش کن. زهرا، استاد ملکه. سلام دیلان جان، چطور هستی؟ خوب هستم، شما چطور هستید؟ استاد چی وقت دوباره مکتب میایین؟ شما را بسیار دوست داریم، پشتتان دق شدیم. انشالله به زودترین فرصت میایم. خداحافظ. خداحافظ. زهرا جان، تشویش نکو جانم. توم ده همین روزا با مکتب خود رفته یک دانیم. خدا کنه استاد جان، شما به خاطر پیدا کردن مادرم همراهیم کمک میکنین، همونطور نیست؟ من میخوایم هر چی زودتر اونا رو ببینم. میخوایم بپرسم چرا مرا ترک کردن. یک مادر چطور اولاد خود ترک کرده و میره؟ جانم، دختره که مثل تو مقبول باشه هیچ مادری او را ترک نمیکنه. من مطمئن هستم که کدام دلیل مهم داشته، شاید مجبور شده باشه. حالا دیگه بریم. مرجان خاله. خاله مرجان، اجازه میتین برگه که نوازش کنم؟ بسیار مقبول است میبینین نی؟ بله، این برگک بسیار مقبول است. جدا کردن اولاد از مادرش گناه بزرگ است، اما این برگک مادر خود پیدا خود کرد. مادر اولاد از بوش میشناسه. تشکر میکنم مرجان. بیا که بریم جانم، بیا. خداحافظ خاله مرجان. دستور ایلا نکو، او را داغوش بگی، ایلاش نکو. بیبی او هم برگک خود پیدا کرد. خسته نباشین، روز بخیر. روز شما بخیر، خوش آمدین. درباره ایلی فکر میکنی؟ بله، او رسامی را بسیار خوش داره. بله، میفهمم بسیار خوش داره. اینا به نظرت چطور هستن؟ همراه اینا رسامی زیبا میشه، اما تو نیست؟ ایران به ایلیف میگیره، یک کتابچه هم میگیره. چی فکر میکنی؟ تو چی کردی ها؟ تو چی کردی؟ مادر طفل من از بین برد، حالا شما میخواین مرا از بین ببرید؟ میخوایی که حالا تو را پیش مادرت روان کنم؟ ها؟ بگو روانت کنم؟ بخیز. پدر برتن قهوه آماده کردیم.
زنده باشی دخترم. نوش جانتان. دجله تو قهوه آماده ساخته میتونستی دخترم؟ من فکر میکردم شاید نفهمی که آشپزخانه در کجاست. همیشه میگفتن که پدرت قهوه را خوش داشت. ما هم از خاله فاطمه پرسیده یاد گرفتم. مادرم کجاست؟ علیکم سلام هدیه. با اتاقش رفت که استراحت کنه. چرا پرسیدی؟ او مرد کی بود؟ پدر عروس کوچک ماست. اما مادر زهرا خو فعلا در خانه نیست. راست میگی، اما چرا به اینجا اومده؟ حتی سلام هم نداد. چه قسم آدم بیرویی است؟ گوش کو چی میگم، این طرف و طرف سیل نمیکنی، مستقیم خانه میری. خانه که رسیدی برات زنگ میزنم. درست است. دزده بگیرین. او طرف رفت. او طرف رفت. دزده بگیریم. حمدی؟ خیرت باشه، چی شده؟ یک بچه به دکانم داخل شد و نان دزدی کرد. چه قسم بود؟ جوان بود، بسیار تیز میدوید. دویدم اما نتونستم گیرش کنم. در سرش هم کلاه بود. باید جزایش بده. باید بفهمه که جزای دزدی چی است. او طرف رفت. تو به خدایا در روز روشنم دوزی میکنم. علی؟ علی کسی خاطیت برو. دیگه مهم نیست. این بار باید گپای ما گوش کنی. علی چی میخوایی بگویی؟ قسم زندگی هر دو ما برباد میشه. لطفا مرا فراموش کن دیگه. راست میگی؟ نه که توی قدر زود مرا فراموش کردی. سونا، ما طلاق میگیرم. ما دیگه آزاد میشم. ما و زهرا پیش وکیل رفته بودیم. دعوای طلاق خود باز کردیم. استاچو فرار نکن. کدام طرف رفت؟ از او طرف رفت. سونا، ما تو یک فرصت دگام داریم. علی لطفا مرا فراموش کن. کل چیز تمام شد. تو خود از زهرا طلاق میگیری، اما من عروسی شده هستم. دیگه امکان نداره. ما تو یک جا شده نمیتونیم. تو چی میگی ها؟ یعنی چی که امکان نداره؟ اینقدر زود از ما منصرف شدی؟ سونا، باید این کار کنیم. علی تو واقعا میخوای که من چی کنم؟ همیشه میخوای که من دعوای طلاق باز کنم؟ استخوانایی که مشکنانم. جمشید. بله. شما میخواین دزد گیر کنین؟ اما تو راسته بیادر. بله. گوش کن، با ما گفته شده که دست و پای دزد قطع کنین. یعنی که برش غذا بتن، پول بتن، کار بتن، او را از این کار غلطش مانع شوین. راه راست برش نشان بده. او بچه نان نه دزدی کرده. معلوم میشه که گشنه است، یعنی که غریب است. شما میخواین که او را گیر کنین و لطش کنین.
استخوانایش بشکنانین، نان ازش بگیرین. اما بهترین کاری که باید کنیم این است که او را از کار بدش منع کنیم و برای نیک او را سوق بده. تو بجایی که ما را درس اخلاق بتی، برو متوجه کار خود باش آزاد. ما نمیتونیم که گپ هر کس را گوش کنه. او قدر حوصله‌ام نداریم. جمشید، آزاد راست میگه. بیا از او بچه فرار که رفت. من میرم دیگه. شما بهتر است که بیاین. بسیار خوب، درست است. ما هم برمیگرده. زندگی ما مثل تو و زهرا نیست. من خانم جمشید شدیم علی. چی؟ خداوند لعنتش کنه. خداوند لعنتش کنه. لعنتش کنه. خداوند لعنتش کنه. لعنتش کنه. لعنتش کنه. خداوند لعنتش کنه. لعنتش کنه. لطفاً علی، لطفاً این کار نکو علی، لطفاً. لعنت بابا. لعنتی! وای 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 که یارا اینجا میبینم. خوش آمدین، خوش آمدین. آقا آزاد ببینین، استاد ملکه برام کتابچه خرید. نازم به هلیفام کتابچه رسامی و پنسل رنگه گرفت. اینا بسیار مقبول هستن. آقا آزاد بگو جانم. میخواین که بکس جدید ما ببینین؟ بله، حالا دیگه نشان بده. میخوایم ببینم. ببینم که چه قسم است. شاید زیبا باشه. ای خوب بسیار مقبول است. ذوق ملکه هست دیگه. اردی ما خوش کردیم. مقبول است. زهرا جان، اینا را در پاکتش بند. بیاز اون وقتم شده. حالا دیگه باید خانه بریم. نباید سر ما شک کنن، نگنی خوب نمیشه. درست است؟ بیازو فردا صبح با دیدن الیف میریم. توفای شب برش میتیم. چی گفتی؟ حالا دیگه بریم. بسیار تشکر استاد. خواهش میکنم جانم، با تو هر کاری که کنم هنوزم کم از یک دانیم. همیشه در چهرت لبخند باشه، یعنی همه چیز دوباره بخیر خوب میشه. انشالله. حالا دیگه اینا رام در خریطه بانین. علی جان بیا که بریم. بفرمایین. تشکر خانم فاطمه، به زحمت شدین. خواهش میکنم، نوش جانتان. تو خوب دیدن دخترت آمدی آقا راشد، اما از عروس کوچک ما هنوزم خبر نیست که چی وقت میآید.
قدیم یک بار به آزاد زنگ بزن بپرس که زهرا عروس چی وقت میایه؟ درست است مادر جان. ها اون آمدن مادر. شام بخیر. نوش جانتان. زنده باشی. خوش آمدین. با دیدن تو آمدیم زهرا. چی کردی آزاد بچیم؟ عروس کوچک ما به چکر بردی؟ بله مادر کلان. راستی ما تو بگو آزاد. جواب مادر ما بده بچیم. با نوجین مادر بگو که زهرا را گرفته کجا رفته بوده نه؟ حالا دیگه بگوین. دیگه چی شرم از بچیم؟ میشه با مادرم بگویی که پیش وکیل رفتین و با علی و زهرا دعوای طلاق باز کردن بگوین نه؟ چی؟ تبریک باشه. زنده باشین استاد. استاد ثبت نام جریان داره؟ امروز چندین نفر اینجا آمد. با مهربانی خداوند مشکل بسیارشان حل خواد ساختیم. انشالله استاد. ما پیش از رفتن خواستم که اینجا بیایم. تمام فکرم اینجا است. بسیار هیجانی هستم. کاش که با کلگی کمک کده بتانم استاد. دخترم تو با تمام علاقمندی و مهربانی کار کردی. دیگه چقدر کمک کنی. خداوند ازت راضی باشه. خداوند از شما راضی باشه استاد. کدام کار مانده که من انجام بدم؟ نه خیر دخترم، زنده باشی. تو استاد اینجا هستی. حالا به خانه‌ات برو و استراحت کن. فردا درست آمادگی بگی و بیا. حالا برو دیگه. همراه آمادگی کامل پیش روی شاگردایت بیا. حالا دیگه دخترم فردا میبینیم. خداحافظ. خسته نباشین. این واقعیت داره؟ چوب نباش آزاد. جواب بدی. واقعیت داره. اینا باید طلاق بگیرن. هیچ دلیل وجود نداره که یک جای باشه. چرا این گپ میگی؟ شاید آزاد از اول کل چیز میفهمیده، اما از ما پنهان کرده مادر جان. این کار آزاد مرا بسیار ایران ساخت. بسیار جگرخون شدم. چی است؟ چیزی را که تو میفهمی اما از ما پد کردی چی است؟ آزاد گفتم گپ بزن. مادر او میگه زهرا دختری یادم نیست. میگه فرزندی گرفته بوده. این گپ راست است؟ راشد هوش کنی برم نگویی که چطور جرأتی این کار کردی. بله این راست است نوجین مادر. زهرا بسیار خور بود کوره به ما دادن مادر. ما او را پرورش دادیم و بزرگ ساختیم. ایره بسیار دوست داشتیم. مادر خدا بیامرزشم بعد از دادن ای دختر فوت کرد بیچاره. حتی من فراموش کرده بودم که ای دختر اصلیم نیست. بعدش آزاد خان با گپای او استاد کده و از دستم گرفته مرا همراه خود به استانبول برد. در اونجا خون ما را آزمایش کردن. کارش همه قدر بود نوجین مادر. یعنی که آزاد بسیار وقت پیشی را میفهمیده و با ما ای چیز نگفته مادر.
مادر لطفا گپ آزادم بشنوید، شاید چیزی به گفتن داشته باشه. هوش کرده باشین، هوش کنین، کوشش نکنین که امرایم گپ بزنین یا از پشتم بیاین، فهمیدین؟ هوش کنین. کاکا شما چی میخواین کنین؟ از این کارتان خوش شدین؟ من اینجا هستم. کاکا ای گپا چرا پیش روی کلگی گفتین؟ چطور ای کار کردین؟ آزاد تو چرا ای گپ از ما پنهان کردی؟ چی فکر کردی؟ فکر میکردی کسی خبر نمیشه ها؟ البته که کلگی باید خبر میشد. خودم میخواستم با نوجین مادر بگویم، اما ای قسم نه. فقط بگوی که دا فکر مادرم هستی. تنها با چیزی که فکر میکنی دخترا، او استاد احمق است و او استاد تو را از راه کشیده. کاکا ملکه مرا از راه نکشیده. در زمین در راهی که او روانه است درست است. تو هم از پشتش روان است. کاکا آزاد بس از بچه، بلیاز خدا بس کن. خدایا خودت برام صبر بده یا رسول الله. شما چطور این کار کده میتونید؟ چرا مرا تعقیب میکنی؟ کی؟ مرا میگی؟ چرا باید تو را تعقیب کنم؟ منکر نشو، من خوب دیدم که مرا تعقیب میکردی. درست است ملکه، من فقط میخواستم از تو محافظت کنم. محافظت از چی؟ در نزدیک مکتبی که درس میتینه من امروز باهو را دیدم. گفتی باهو؟ اول مطمئن نبودم اما بعدش دیدم که همو بود، طرفت میدید. یعنی چی؟ او زنده است؟ بله زنده است. قبلا هم چندین بار برام زنگ زده مرا تهدید کرد. درست است، اما از من چی میخواه؟ شاید به خاطر او مکتبی که باز کردی. به نظرم او نمیخواه که مکتب باز شوه. اینجا همیشه ماجرا برپا میشه. بیبی ملکه گپ مرا گوش کن، از این کار منصرف شو لطفا. دوران شما میخواین که دخترای منطقه در سن خورد عروسی کنن و از درس و تعلیم دور باشن؟ نمیره میخواین؟ اما امرای پسرها کسی کار نداره، هر کاری که بخواین انجام دادن میتونن. ما چه باشیم ما فقط تماشا کنیم که اونا چی میکنن. اما ترس گوش کن ملکه، درباره ما هر چی فکر میکنی فکر کن، اما این بار موضوع بسیار جدی است. در این کار مذاق نمیشه، این رو تو هم میفهمی. فقط به خاطر محافظت از توی گپا گفتم. من از خود محافظت کردم میتونم. تشکر. مادر خواهش میکنم دروازه را باز کنین لطفا. مادر یک بار صدایتان بکشین، بگوین که خوب هستین یا نه. خدای نخواسته اونا را چیزی نشده باشه. مادر ای بکس چی است؟ فاطمه بفرمایین. بر رستم بگو که موتر آماده کنه. امیال میگم مادر. مادر کجا میخواین برین؟ قدیم مانع شو. مادر جان کجا میرین؟ هیچ کدامتان دیگه در زندگیم نیستین، هیچ کدامتان. قدیم تو را میگم، امروز از تو هدیه پرسیدم که چی شده، اما جواب من ندادین.
اردویتان موضوع را از ما پنهان کردین. تو هم گفتی که آزاد اونا را به چکر میبرن، در حالی که کل چیزا میفهمیدی. مادر قسم میخورم من. علی، تو با این کاری که کردی هیچ نشرمیدی؟ به عزت و آبروی مالت موارد کردی. مادر کلان بالای اینا قهر نشد. تمام مشکلات به خاطر ما. اصلا تو بودی که قلبم شکستاندی. مرا کاملا حیران ساختی آزاد. تو خانواده خدا پیدا کردی اما ما خانواده خود از دست دادم. مادر جان، الیف کجاست؟ در اتاقش است؟ بله، وقت رفت خوابید. هنوز هیچ کس نان نخورده. نه که دلش نمیشه. فرمان بجایی که از ما بپرسی درباره الیف میپرسی. تو چه قسم آدم هستی؟ تشویش نکن. نانش دادم رفت در اتاق خود خوابید. پدر خیریت باشه، چی شده؟ چی میشه دیگه دخترم؟ نوجین مادر از کل چیز خبر شد. خدایی چی وضعیت است؟ مادر کلانم چی گفت؟ چی بگوی دیگه؟ چیخ زده و سر صدا کرد. بعد شام خانه را ترک کرد و رفت. گفتین رفت؟ کجا رفت؟ رستم رو به مهمان خانه برد. گفت میخوایم تنها باشم. بعدش هم تصمیم میگیره. خدا خیر ما رو پیش کنه. اگر نوجین مادر قدر قهر شده باز هیچ وقت ما را نمیبخشه. نه تنها ما جزایش میبینیم بلکه کلگی را جزا میته. بدل حتما از بین میبره، ما را جدا میسازه. آزاد، من خب برد گفته بودم که مداخله نکو. برد گفتم که هیچ کار نداشته باش. کارا که درست بود انجام دادم. حالا دیگه چی میشه؟ فکر میکنی نوجین مادر اجازه میده که طلاق بگیرن؟ مادر، یکی نوجین مادر اجازه بده یا نته؟ من از تصمیم خود منصرف نمیشم. بچم تو دیوانه شدی؟ گپ طلاق از کجا شد؟ از رسم رواج اینجا خبر نداری؟ مردم چی خود گفتن؟ ما مجبور نیستیم که به کسی حسابی حق بدیم. با پدرم است. اینا حق به جانب زمرد. جمال تو چی میگی؟ علی و زهرا هر دوشان یه عروسی رو نمیخواین، باز چرا؟ به این پیوند ادامه بدن. و چرا باید جزای گناهی را که نکردن ببینن؟ آفرین بچه، تو کار درست انجام دادی. من سرت افتخار میکنم. تشکر پدر. ما فردا به میمان خانه میرم. امرای نوجین مادر گپ میزنم. یک راه حل برش پیدا میکنم. گپ که سر گوش نکده. مادرم سر کلگی قهر است. بعد از این چی خواهد شد؟ تا جایی که ما میفهمم مادرم هرگز اجازه نمیده کنه از هم طلاق بگیرن. تو بازلال رفتار زشت کردی، ازش خواستی که نامزدی را فسخ کنیم، اما سر ما قیامت شد. هر قسم شما مادرم نکاح شما را بسته میکنه.
آمدن بهار و گلها همیشه زندگی جدید بخشیده میشه. در قلب ما بهار آمد. فکر میکنم دمام زندگی دوباره بخشیده شد. بسیار خوش هستم. خدایا خواهش میکنم آرزوهایم از بین نبر. اجازه ندی باز کسی بیایه و امیدهایم از بین ببره. ایره باید بفهمی که پیش از ما تو از این دنیا رفتن نمیتونی. خداوند این درد برم هیچ وقت نشان نده. تو به ما بسیار ارزش داری بچه. تو اولین نواسه ما هستی. ما با امید تو زنده هستم آزاد من. خدا هیچ وقت از دست نده. ای جان فقط مربوط تو نمیشه یک دانه. جان تو بقای خانواده ماست نواسی کنم. شما تشویش نکنید. اگر مرا چیز شود باز دوران خواست. خانواده ما به خان نمیمونه. با این گپایت میخوایی جگر خونم بسازی؟ تو واقعا بسیار بیگفت شدی. خیلی وقت است که ترلت نکدیم از این خاطر اقسم میگی. ای گپاره پیش کس دگه نزنی، درست است؟ بعد اگر موقع نتی که درباره ما غلط فکر کنن نواسی گلم. پلیس هم در بیرون هستن. چند دقیقه بعد پیشت میایم. تشویش نکنید. از علی شکایت نمیکنم. وقتی اسلحه را پاکاری میکردم از پیشم شلیک شد. میگم از دست خدا است. خدا را شکر که تو واره یک نواسی هوشیار دارم. 1000 سال زنده باشی با این گپت. بچه آزاد من. بر صورت اگر با چیز ضرورت داشتن برام زنگ بزن. شما تشویش نکنید خانسوی. نمیفهمم چه قسم دلش بعد از خود آوردی. بار بسیار عصبانی است. اگه آزاد خانم رایش گپ بزنه عصبانیتش کم میشه. نوجین مادر آزاد خانه بسیار دوست داره. شاید به خاطر او ما رو ببخشه. خدا کنه به جدایی علی و زهرا رضایت نشان بده و این موضوع را بسته کنه. انشالله که همه تو شوه. اما این قسم رفتن نوجین مادر هیچ عاقبت خوب نداره. فاطمه تو اینجا چی میکنی؟ بجایی که گپای ناقه بشنوی به آشپزخانه برو. کاروبارت مانده تو اینجا قصه گوش میکنی. درست از خانم عدیه. تو هم وقتی ناقه اینجا زایی نساز. برو اتاقا را تمیز کن. حالا دیگه سلام. با بردن زهرا آمدیم.
تو با کدام روی اینجا آمدی دختر؟ میگه با بردن زهرا آمدیم. قبل از اینکه از دستم لط بخوری از اینجا گم شو. بیبی هنوزم استاد است. میرم، اما بعد از گرفتن زهرا فقط به خاطر چند ساعت. خواهرش به او ضرورت داره. نمیفهمین خانم؟ تو ما را بی عقل فکر کردی که گپا را میزنی؟ از روزی که در این منطقه آمدی همه چیز گدوت ساختی. مادر به خاطر تو از خانه رفت. خبر داری؟ زهرا هیچ جایی نمیره. خواهش میکنم خانم کاکا، ما با ایلیف قلم رسامی خریدیم، میخوایم او را خوش بسازیم. لطفا خانم کاکا او را برش داده پس میایم. ما به عروس کوچک اجازه میتونم. رفتم میتونی دخترم. اجازه نده خان صاحب، تو اینا را درست نمیشناسی. ما را با مشکل روبرو میسازن. در ضمن مادرم هم در خانه نیست. اگه مادرم نیست من هستم. هدیه برو دخترم، برو به دیدن خواهرت. بسیار تشکر میکنم. زنده باشین. تشکر میکنم. هیچ کار خوب نکردین خان صاحب، هیچ کار خوبی نکردین. نمیفهمم ما چی گناه کردیم که روزا به سر ما آمده. خیریت باشه. سر ملکه عصبانی هستین؟ سر جمال با او حافظ خود میخواه خانه را اداره کنه. هرچه زودتر باید نوجین مادر به خانه بیاریم. ما دیگه میرم. صبحتان بخیر. صبح بخیر بچه. صبح بخیر. خداحافظ کاکا جان. بخیر بری. جمال، به نظرت کار درست انجام دادی؟ نه، عوضی که از کارهای ما سوال کنی بهتر است که درباره کارهای بد اینا فکر کنی. به نظرت عروسی کردن یک دختر به اسم زهرا کار درست است؟ با رسم و رواج مخالفت میکردیم؟ اگر رسم و رواج مخالف انسانیت باشه و انسان از انسانیت دور بسازه، البته که همراهش مخالفت میکنیم. تو چرا خنده میکنی؟ همه تو هیچ چیز به یاد نداری، اما گپایت مثل گذشته از جانم. ما با دیدن نوجین مادر میرم. صبر که هدیه، ما امرت میرم. شاید بتانه مادر راضی بسازم تا به قصر بیایه. من میرم که آماده شوم. باورم نمیشه که نوجین مادر خانه را ترک کرده. آزاد حتما جگرخون شده. بله استاد ملکه، آقا آزاد بسیار ناراحت شد. دزم کلگی میگه که نوجین مادر اجازه نمیده که ما و علی جدا شویم. وقتی که شما تصمیم قاطع گرفتین پس نوجین مادر مانع طلاقتان شده نمیتونه. واقعا جدی میگید؟ صبح بخیر. بفرمایین هر جایی که میرین ما میرسانمتون. زنده باشی. قدم زده میریم. ملکه زد نکو جانم. این قسم وقت بیشتر با ایلیف سپری خواد کرده. با جایی که در قدم زدن وقتتان ضایع بسازین، خوب نیست که همراه ایلیف باشین. ایره بیبی، حالا باید منتظر بیدار شدن خانم باشم. نه که من نوکر اینجاستم. الیف بیدار شد اگه. ای چی قسم خواب است. الیف من کی را صدا میکنم؟ دختر بس است اگه خوابت پوره شد، بیدار شو. الیف تو باز جایت ترک کردی ها؟ من دیگه جایت پاک کردن نمیتونم. همین قسم بخواب دختر. ای خدا لعنتت کنم. خداوند از شما راضی باشه استاد. با ما شک شورم میگیره. دو اولادم درس خواندن نمیتونست. از برکت شما
حالی هر دویشان میتونن که درس بخوانن. کافی است که اولادایتان درس بخوانند. با لطف خداوند حتما کسی برشان کمک خواهد کرد. از امیال برتان تبریک میگم. زنده باشین. خداحافظ. با خدا میسپارمتان. خیریت باشه آزاد. پریشان معلوم میشی. بله استاد. نوجین مادر از همه چیز خبر شد. برای چی گفت؟ چی میگفت دیگه؟ قصر ترک کرده به خانه تابستانی رفت. هیچ وقت خانه را ترک نکرده بود. خواستم امرایش گپ بزنم، اما امرایم گپ نزد. فکر کنم نتیجه نمیته استاد. اگه خواسته باشی من همراهش گپ میزنم. ما هم به می خاطر آمدیم. یعنی به گپ کسی گوش نمیتن، اما گپ شما را رد نمیکنه. تشویش نکن. این موضوع هم حل میشه بچه. زهرا، تو میخوایی با مکتب جدید بری؟ خوب است، اما متوجه باش زیاد در مکتب نباش. دشمنای مکتب زیاد هستن. اما چرا؟ اونجا خود جای بدی نیست. کسایی که امکانات ندارن اونجا درس میخوانن. زهرا جان، بیازو خواست دشمن همی است که اطفال درس نخوانن تا بی سواد بانن، به خاطر که به فایده شان است. اونا نمیخواین که دیگر را پیشرفت کنن. به هر صورت تشکر میکنم. بریم زهرا جان. پایین شو جانم. خسته نباشین. زنده باشی. خوش آمدی. اما هیچ کس در خانه نیست. دوران و خانم مدیه بیرون رفتن. فرق نمیکنه. منتظر میباشم. بالاخره میاین. جمال خان کار خوب نکرد. اگه مادرم خبر شوه بیشتر عصبانی میشه. بیازو هر بلایی که سر ما آمده از دست عروس کوچک است. جمال خانم از او حمایت میکنه. البته او عروس کوچک درست نمیشناسه. اگه در موضوعاتی که نمیفهمم مداخله نکنه و خاموش باشه بهتر خواد بود. به نظر من جمال بهترین کار انجام داده. رسم و رواج چشم و زبان ما را بسته کرده. از ترس مادرم دهن خود باز کرده نمیتونیم. اما جمال و قسم نیست. از حقیقت پشتیبانی میکنه. بدون ترس گپ خود میزنه. توبه توبه. دیسو وقت کی بوده میتونه؟ صبح بخیر خانم برفین. صبح بخیر. صبح بخیر. اما دیسو وقت چی گپ است؟ نکه دیشب خواب مرا دیده بوده؟ نه خیر، ما به دیدن ایلیف خواهرم آمدیم. تو با چیزی ضرورت داری؟ نه خیر، راست 6 تا خسته شدم.
خب فعلا خواب است. بعدن به دیدنش بیاین. درست است. لازم من یک عالم کار دارم. باید خانه رو پاک کنم. همراه شما کپ زدن نمیتونم. توبه نیکی الیف مریض است. او تا این وقت عادت نداره که بخوابه. نه خیر جانم، کاملا خوب است. تو تشویش نکن. اگه خوابم باشه با صدای جارو حتما بیدار شده. ما یک بار پیشش میریم. بیا جانم. آهسته کپ بزنن که استراحت کرده. زهرا جان، اگه خواسته باشی توفیش پولی بالشتش بان. وقت بیدار شد میبینه. درست است. الیف چی شده خواهر جان؟ چرا گریه میکنی؟ الیف بلند شو جانم. تو را چی شده؟ جایش تر از زهرا. چرا طرف ما سعی میکنی؟ ما خود کاری نکرده. جایش ندیده؟ ایره اینجا خواب دادی؟ کلان دختر است، باید مواظب باشه. هر روز خود نمیتونم جایش ببینم که تر است یا خوش. درست است جانم. آرام باش. گریه نکو. بعضی وقتهای قسم میشه. اول به حمام میریم. درست است؟ لباسایتم تبدیل میکنیم. بعد از وام یک توفه بسیار عالی برات آوردم الیف جان. بله جانم. مادرم داخل است؟ داخل هستن، اما گفتن که به کسی اجازه ندی که داخل شوه. خوب است، به هیچ کس اجازه ندی. اما ما عروسایش هستیم. مادر، ما و زمرد آمدیم. میخواییم همراهتان گپ بزنیم. مادر جان این کارا نکنین. عصبانی شوین، هرچی میخواین بگوین، اما از ما روی نگردانین. مادر، شما بزرگ خانواده ما هستین. قربانتان شوم، از ما خفه نباشین. وقتی شما نباشین ما خود تنها احساس میکنیم. راه خود گم کردیم. در او قصر بزرگ دل ما تنگ میشه. مادر جان دروازه را باز کنین، پشتتان بسیار دق شدیم. بخیز الیف جان. الیف بیشی جانم. خواهر جان دستایت چی شده؟ افتیدی؟ فکر نمی کنم به خاطر افتیدنی زخما باشه. کی تو را به این حالت رسانده؟ پدرت یا برفین؟ الیف بیبی خواهر جان تو را چیز نمیشه بگو. این کاری کی است؟ خانم برفین؟ تو خواهر من چرا لط کردی؟ تو با کدام خواهر من لط و گم میکنی ها؟ با کدام حق؟ تو میخوای چی بگویی؟ ما چرا او خواهر به زبانت لط کنم؟ حتما کدام جایی افتاده. دروغ گو. تمام جان خواهر بیچاریم کبود است.
از او چی میخواستی ها؟ چی میخواستی؟ وقتی خواهر دوستا شنیده اینقدر دوست داری پس چرا به محکمه رفتی گفتی که اینا خانواده من نیستن ها؟ چرا این قسم گفتی؟ الیف خواهرم است. اگه گلسوم مادرم هم نباشه بازم الیف خواهرم است. اونا لط کردن نمیتونی فهمیدی چی گفتم؟ طرف ما بیبی طرف ما بیبی زبان تو هوش کنی هوش کده باشی اشتباه انا می کار انجام نتی فهمیدی؟ بیا زهرا بار دیگه تکرار نشه. بسیار گشنه شدیم. یکان چیز بخوردن بیار که بخورم. تا هنوز غذا آماده نشده. پس پنیر بادنجان رومی بیار. یا برو برم تخم مرغ پخته کو. فاطمه مزه‌دار پختیش کنی درست است؟ چایم برم دم کو. این لباس چه خوش داره. فردا یا پس فردا حتما ایره می پوشه. بسیار مقبول شده. همه تو نیست استاد ملکه؟ بله موی بسته به الیف بسیار میزیبه. زهرا جان تو توفایی را که به الیف گرفتیم نشانش بده. ما زود پس میایم درست است؟ درست است. ببینم بسیار مقبول شده. گوش کو چی میگم. دیگه سر و طفل دست بلند نمی کنی. اگه بار دیگه شنیدم که به او ضرر رساندی. تو را چی؟ تو مادر اوناسی یا یک استاد چرا ناق مداخله میکنی؟ ضرور نیست به خاطر دوست داشتن یک طفل باید مادر او باشی. فهمیدی؟ اول باید انسان باشی. از مرگ مادر و طفل چند روز سپری میشه. تو هیچ وجدان نداری؟ طفل که پیش تو امانت از اما قسم ازش مواظبت میکنی؟ من خسته شدم. خودت ازش مواظبت کن. این کارم میکنم. الیف گرفته همراه خود میبرم. چند وقت تو پیش ما میباشم. تو وقت شاید عقلت به سرت بیایه. اگه عقلت به سرت نامد باز خودت میفهمی. جزای تمام کارایت خود دیدی. فهمیدی؟ اگه از عهدش برایی باز میبینه. توبه توبه این دختر کجا رفته؟
زلال؟ اوف لعنت به ایچانز، چرا قسم شد؟ زلال تو کجاستی؟ زلال؟ تو در اینجا چی میگینی دختر؟ الماری نامزد خودم منظم میکنم. دایی چی گپ است؟ از تو باید اجازه میگرفتم؟ خوش آمدین خان صاحب. شما هم خوش آمدین استاد ابراهیم. نوجین مادر بیرون نشدن. نه خیر خان صاحب. از زمرت خانم و هدیه خانم هم آمدن اما موفق نشدن همراهشون گپ بزنن. حتی صدای خودم نکشیدن. دوباره خانه رفتن. تا دروازه قلبش باز نشه بیرون نمیشه. نوجین خانم، ابراهیم هستم. شنیدیم که گوشه‌نشینی را اختیار کردین. کار خوبه کردین. جزای گپ زدن بدون فکر انسان مجبور میسازد تا درباره آینده بیشتر فکر کنه. زبان و قلبتان بسته کردین. اما ای را میفهمین که با یک خش دیوار نمیشه. انسان به انسان ضرورت داره. نیت نصیحت کردن ندارم. اما اگه انسان به خود همراز پیدا نکنه قلبش تاریک میشه. وقت تاریک شد جوهر خود از دست میته. گفتم شاید به اعتبار سالها شناخت دروازه را برم باز کنین. درد دل میکنیم. باید گپ هر کس شنیده شود. بعضا باید گفته شود. اگه اجازه بتین به شنیدن و گفتن پیش شما آمدیم. خواهر جانم، وقتی تو را لد کرد چرا به من خبر ندادی؟ دیگه تو را پیش برفی نمیمانم خواهر. بفرمان تمام کارایشم میگفتم. اوف، او حقشم میداد. تشویش نکنین. دیگه او هیچ وقت جرأتی کار کردن نمیتونه. ما هم تو را تنها نمیمانیم ایلیف جان. درست است؟ نترس عزیزم. خلاص شد. حالا دیگه دردت کم میشه و به زودی خوب میشی یک دانه. زهرا، من بازار میرم که سودا بیارم جانم. تا شام یک غذای مزه‌دار آماده کنم. درست است؟ آزاده بهتر از من میشناسین. نیت نواسیتان نیک است نوجین خانم. اگه تمام دنیا مخالف شوه بازم بد خوب میگه. به خاطر درست ساختن بدی هر کار از دستش بیای انجام میته. شما باید سرش افتخار کنین، ازش حمایت کنین. زهرا را ببینین، یک دختر بیگناه و بیچاره است. دایی سن خورد، با بزرگترین امتحانات روبرو شد. جزایی که رسم و رواج برش داد گردنش خم ساخت. رسم و رواج دیگه چی است؟ از او که زندگی با ارزش است. فقط به خاطر اشتباه یک نفر زندگی چند نفر قربانی میکنین. حال خاموش هستین اما میفهمم وقت دهنتان باز کنین. آزادم.
زهرارم، برفینم، فرمانم جزا میتین. اما قبل از انجام دادن هر کاره یک بار فکر کنید. یک تصمیم درست بگیرین تا زندگی دیگرام نجات پیدا کنه. به خاطر رسم و رواج خود او دختر بیچاره را جزا نتین. خواهش میکنم. گپایتان خلاص شد آقا ابراهیم. پس حال شما به گپای ما گوش کنین. ما از اول اشتباه کردم که از رسم و رواج رو گردان شدم. اونا را ما بخشیدم. اما بعد از این هر چی رسم و رواج است همو میشه. در جایی که آب رفته باید بازم مثل همیشه بره. من هیچ وقت از رسم و رواج منصرف نمیشم. من راه خدا گم کرده بودم. بعد از این فقط از رسم و رواج پیروی میکنم. با همکاری بچایم و نواسایم. فهمیدین؟ الیف، چند دقیقه بعد استاد ملکم میایه. تا آمدن و میخوای امرای قلمای نبات رسامی کنی؟ برات بیارم. درست است. بله، حالا میخوای چی را رسامی کنی؟ میخوای باز این را رسامی کنی؟ درست است جانم، بیا بیشین. استاد ملکم متعجب خواهد شد. شروع کن. استاد بنوشین تا وجودتان گرم شود. بفرمایین. ضرور نیست گرم شوم. از وقت که همراه نوجین خانم گپ زدیم وجود میسوزه. یعنی اینقدر به تشویش هستین؟ بدتر از گذشته رفتار خواد کرد. میترسم که بار چندین جان تلف نشه. جان کی تلف خواهد شد استاد؟ ملکه خوش آمدی. بیا بشی. درباره کی گپ میزدین؟ نوجین خانم حادثات اخیر او را زیاد عصبانی ساخته. خداوند قلبشم نرم بسازه و از تصمیمش منصرف شوه. اگه نه زبانش مثل کارد شده همگی را زخمی خواد ساخت. همراهش گپ زدین استاد؟ یعنی او را قانع ساخته دانستین؟ از رسم رواج منصرف میشه؟ فکر کردم این کارم میکنم، اما کوشش ما بیفایده بود. حالا چی خواد کردیم آزاد؟ چی کنیم دیگه؟ منتظر می باشیم. کار از دست ما ساخته نیست. ببینیم که مادر کلانم چی تصمیم میگیره.
بسیار برش عذر کردیم. زمردم عذر کرد اما هیچ صدایی نکشید و دروازه را باز نکرد. امرای مام گپ نزد. هیچ نمیفهم آخر چی خود شد. آزاد ما را تباه ساختی. جمال خانم همدست آزاد است، به گپ او گوش میتن. میخوای خانه قصر شود. زمردم از شوهرش حمایت میکنه. شوهرشان به او جرأت میبخشه. هرچی میخواین انجام بتن. اگه آتشم شوند فقط به خود ضرر میرسانم. امر جمال دی قصر ارزش نداره. او با حافظه عزیز دادیش چی کده میتونه جانم؟ با اجازهتان من دیگه میرم. دخترها در خانه منتظر ما هستن. به تشویش خود شدن. ما میخواستم دکان قفل کنم، تو را میرسانم. نه خیر، همه تا قدم زده میرم. میخوایم تنها باشم. شامتان بخیر. نوشین خانم، دیگه چقدر میخوایی که خانواده تا پریشان بسازی؟ دوران دوران